کیش، جزیره شگفت‌انگیز در جنوب ایران و در دل آبهای نیلگون خلیج فارس، یکی از زیباترین مقاصد گردشگری کشور به شمار می‌آید. این جزیره با طبیعت دلانگیز، تاریخ کهن و فرهنگ اصیل خود، همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. از مهمترین آثار تاریخی کیش می‌توان به شهر باستانی هریره اشاره کرد. شهری پررونق در قرون گذشته که امروزه بقایای خانه‌ها، حمام و دیوارهای آن روایتگر شکوه گذشته جزیره است. در کنار آن، شهر زیرزمینی کاریز با بیش از 2000 سال قدمت، شاهکاری از معماری ایرانی است که با سقف‌های مرجانی و قنات‌های پیچیده‌اش، بازدید کنندگان را به دنیایی شگفت انگیز می‌برد. دیگر جلوه‌های تاریخی و فرهنگی کیش شامل آب انبار سنتی با بادگیرهای زیبا و خانه بومیان کیش است که گردشگران را با زندگی، آداب و رسوم و صنایع دستی مردمان محلی آشنا می‌سازد. طبیعت کیش نیز دست کمی از تاریخ آن ندارد. سواحل مرجانی، آبهای شفاف و آرام، اسکله‌های تفریحی، باغ پرندگان و آکواریوم، هر یک بخشی از جذابیت‌های این جزیره هستند. غواصی و تماشای دنیای رنگارنگ زیر آب از تجربه‌هایی است که تنها در کیش می‌توان یافت. کیش امروز تلفیقی از تاریخ، فرهنگ و مدرنیته است، جزیره‌ای که همزمان آرامش و هیجان، خرید و تفریح و سفر به گذشته و حال را برای مسافرانش فراهم می‌کند. خوشحال می‌شویم با لایک و سابسکرایب همسفر سفرنامه فرهنگی هنری رو بشوید.